آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن. حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند. وای مخلص شما هست اما با گفته هایتان نمیکند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم میآید. این باشد باز یک گناه من است. وای باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند، این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیات‌های قرآن و پیروی احادیث‌های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم، این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم، این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیبی خدا. قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست، همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی، اگر پدر و مادر از تو ناخوشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر مادر زنده است؟ گفت بله پدر مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر مادر کن، اینم جهاد در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنین، خدای مهربان شما را
عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است.